математика илме است که سنگ اساس تمام علم‌های دقیق و مهندسی را تشکیل می‌دهد. از زمان‌های قدیم انسانیت با رقم‌ها و حساب مشغول بود. از حساب و کتاب عادی تا کشف قانون‌های مرکب ریاضی که امروز جهانی ما را شکل می‌دهند. математика танҳо маҷмӯи рақамҳо ва формулаҳо нест. он забони коинот аст, асоси технологияҳои муосир ва муҳаррики пешрафти тамаддунҳост. ҳар як кашфиёти риёзӣ ба рушди илм ва ҷомеа таъсири бузург расонидааст. барномаи навбатии таърихи илм дар мавзӯи математика, таърихи кашфиёт ва таҳаввулот таҳия гардидааст. мо ба саволҳое монанди чӣ гуна аввалин низомҳои ҳисоб ба вуҷуд омаданд, чӣ тавр олимони бузург монанди Евклид, Архимед, Алхоразмӣ ва Ньютон ҷаҳонро бо назарияҳои худ дигар карданд ва муҳимтар аз ҳама, чӣ гуна математика имрӯз ҷаҳони моро тағйир медиҳад, ҷавоб хоҳем гуфт. бо мо ҳамроҳ бошед. математика яке аз қадимтарин ва асоситарин илмҳои инсонӣ мебошад, ки аз замонҳои пешин то имрӯз дар рушди тамаддун нақши бузург доштааст. ин илм на танҳо воситаи ҳисобу андоза буд, балки асоси таҳаввулоти илмӣ, техникӣ ва муҳандисӣ низ маҳсуб мешавад. ҷанбаҳои таърихии математика ба таҳаввулоти доимии ақлу дониш вобаста буда, дар ҳар давра олимон онро такмил доданд ва методҳои навро барои ҳаллу фасли мушкилоти амалӣ ва назариявӣ кашф намудаанд. باید گفت که اصلا دوره‌های ترقیات متماتیک را باید به چند دوره تقسیم کردن در کار. یکم دوره از دوره پیدایش انسانیت پیش از میلاد صدها هزار سال که هم انسان که پیدا شد نیاز به متماتیک بود، نیاز به حساب کتاب بود. بعد دوره دوم اساسا دوره همون شومر، دوره تمدن میان رودان، تمدن بابلستان و تمدن مصر. سوم دوره یونان قدیم و دوره ریم قدیم، زمان انتیقه و الینیستی میگویند. چهارم دوره محض دوره عصر میانه اسلامی. اکثر محققان و تاریخ‌نگاران ساحه علم به این عقیده‌اند که متماتیکا با طلبات عملی انسان‌ها با وجود آمده است، ولی من بعد همچون یک شاخه مستقل علم هم از نگاه نظریوی پیش رفته است. بزرگی متماتیکا در این است که نوابسته به دستاوردهای علم‌های دیگر، نوابسته به مسائل عملی میتواند پیش رود. اگر ما به تاریخ نظر اندازیم میبینیم که سه مرحله رشد متماتیکا را مشاهده کنیم. مثلا بعضا می شود که متماتیکا با عملیه یک جایه پیش می روند، یک عملیه برای متماتیکا مسئله میگذارد و برای حل مسائل عملی متماتیکا ابزار کاری، ابزار حل پیشنهاد میکند. بعضا میبینیم که عملیه از نظریه پیش میگذارد، اما این حالت خیلی کم به چشم میخورد و حالتی که از همه زیاد ما دوچار میآییم این پیش رفتن نظریه نسبت به عملیه هست. طور ذکر کردیم متماتیکا این به یاری ابزار حل مسائل از دیگر شاخه های علم مستقلانه می تواند پیش رود و از همین جهت است که نظریه اگر همیشه بروز ما نگاه کنیم از عملیه خیلی پیش رفته است. اولین نشانه‌های استفاده متماتیکا هنوز در تمدن‌های مصر قدیم، بابل، هندوستان و چین به نظر می‌رسند. در این دوره متماتیکا اساساً برای حساب‌های تجارتی، اندازبندی، ساختمان بیناها و استرونومیا استفاده می‌شد. خیلی که امروز متماتیکا، نه فقط متماتیکا، فیزیکا هم دانشمندان علم معاصر به مرکزهای تمدن معاصر به روسیه، اروپا، آمریکا سفر میکنند که علم آموزند. می‌خوانید در رسای میانه به بغداد میرفتند، مرکز علم آموزند.
از خراسان ماورا. ان یونان قدیم هم اصلا همون یونانیا تمامشون بدون استثنا به کشورهای شرق میرفتن، به مصر، بابلستان، ایران، بعضم به هندوستان، چین و یک چی بود، همه جا آموختن. من مثال مشخص دو مثال مشخص میبرم برای شما. اولین دانشمند انسیکلوپدی یعنی انسیکلوپدی یونان قدیم زمیقراطس نام دارد، دموکریت وقتی این در نتیجه جنگ یونان ایران رو غلبه میکنند، در بازگشت شاه ایران در شهر ابدره وطن دموکریت در خانه دماسیب نام شخص دارا یعنی پدر دموکریت میستد. دماسیب وقتی بازگشت شاه ایران از دماسیب میپرسد که برای مهمانداری چی تقدیم کنم؟ طلا مثلا. دماسیب که شخص ثروتمند گفت که من به طلا نیاز ندارم، از همون دانشمندای ایرانی یک دو نفر اما که فرزند من تربیت کند. انمی دموکریت یعنی زمیقراطس در زیر تربیت دانشمندان ایرانی به وای رسید. وقتی 20 ساله شد پدرش از دنیا گذشت دماسیب و هنوز دانش کامل نگرفته بود. در زیر تاثیر دانشمندان ایرانی تمام مال پدرش صرف کرد کشورهای شرق، مصر، ایران، بابلستان رفت دانش آموخت و اساس اتمیستیکا گذاشت. در تاریخ پیدایش علم ماتماتیکا فرضیه ها بسیارند که مثلا علم فلان وقت پیدا شدگی اصلا در تاریخ کتابت گشته که امروز همچون علم آن را می‌آموزند قبول شده است که تاریخ پیدایش علم ماتماتیکا این 4000 سال پیش از میلاد بود. یعنی وقتی گفتگوهای ارخئولوژی با وجود آمدند و دیدند که همین موادهایی که برای ریاضیات تعلق داشت زیاده از 4000 سال پیش پیدا شدند و این کشفیات ها تا قریب سالهای 600 و 500 پیش از میلاد بگیم که دوام کرد. مصریان هنوز 3000 سال قبل از میلاد سیستمای حساب را اساساً برای اندازبندی و ساختمان پیرامیدها استفاده می‌کردند. آنها جزهای گیومتری را برای حساب کردن مساحت زمین‌ها و حجم ساختمان‌ها انکشاف دادند. یکمین دریافت‌هایی که بدن این اصلا در بابلستان و مصر قدیم و پیش از اون در سوریه امروزه بین دو دریای افرات و دریای تیگر به نام در تاریخ اومده است یا که دریای پلنگ میگن. گفتگوهای معین گشتند که آنها با آن تعلق داشت که در آنجا علمی حساب کشف شده. از مصری ها اساسا در هندسه دستاوردشون همونی که گفتیم پیفاگور آموخت که سکنجه و هندسه اساسا دستاوردی مصری ها است. برای بابلیان سیستم 60 گانه معمولی بود. سیستم 60 گانه شمارش آنها اساس بسیاری از حساب‌ها و جدول‌های متماتیکی شد. بابلیان معادله‌های کوادراتی و حتی بعضی حالت‌های معادله‌های کوبی را حل می‌کردند. در یونان قدیم متماتیک از شکل عملی به علمی نظریوی گذشت. عالمان یونانی قاعده‌های اثبات و منطق متماتیک را تهیه کردند. در لندن و در شهر مسکو دتا پاپیروس‌های کلونی وجود دارد که از دوره مسئله‌های گذشته همون دوره بابلیان باقی موندن و این شهادت اون رو می‌دهد که در همون وقت با همین مسئله‌های عملی اونها سر و کار می‌کردند. وقتی که ما با یونانی اونها رو مقایسه کردن می‌خواهیم، یعنی چخیلی که گفتیم یونانی ها علاقه یک قدم پیش رفتن. اون چیزی که کشف ها بود اونها رو استفاده بوده چیزهای نو، یعنی نظریه های نو، مفهوم های نو، اون چیزی که برای آینده فن ماتماتیک پایه‌گذاری میشید تولید کردن. فرقیت یو در همین است. پدیده بهترین ماتماتیکی یعنی ریاضیات بابلستان این حساب شستی
مثلا یکی از جنبه‌های متماتیک که اختراعات متماتیک کشفیات متماتیک این سیستم حساب میشد، سیستم حساب 10 2 16 8 و غیره. همین سیستم شصتی از بابلیستان مونده است که تا امروز ما مثلا 3000 پیش از میلاد 5000 سال زیاد از 5000 ما استفاده میبریم. این همه حساب شصتی، یعنی 1 ساعت 60 دقیقه، 1 دقیقه 60 ثانیه همیشه از بابلی ها مونده است. یا مثلا با 60 تقسیم کنید دایره 360 گرادوس. این دستاورد بهترین بابلی ها. فالس یکی از اولین عالمان است که متماتیکای نظریوی را استفاده برد و تئورم های گئومتری را اثبات کرد. پیفاگور مکتب پیفاگور باشد اساس های متماتیک را با رقم ها و تناسب آنها توضیح داد. تئورم مشهور او درباره مربع کاتت ها و هیپوتنوز تا حال یکی از قانون های اساسی گئومتری به حساب می رود. کتاب اوکلید اساس ها یا اینکه المنتس بیش از 2000 سال همچون منبع اساسی گئومتری خدمت کرد. نه تنها فالس، تمام اکو فالس تالس گویم. فالس اصلا با توجه که تالس میشد، تالس دموکراتیس یعنی دموکریت، فیثاغورس یعنی پیفاگور، ارشمیدس یعنی ارخمید، همه دانشمندانی بطلیموس، پتولمی، اوکلیدوس، اوکلید، همه آنها از کشورهای شرق قدیم آموختند. همشون. من مثال تاریخی میارم درباره پیفاگور. ما در تاریخ علم معلوم است که هم تئورم پیفاگور معلوم است، هم جدول پیفاگور. جدول پیفاگور در قفای دفترها بود که ضرب 2 کار 2 چند و غیره و کذا. و تئورم پیفاگور ا کوادرات پلس ب کوادرات برابر 3 کوادرات. کوادرات سوم کوادرات کاتتا و کوادرات هیپوتنوز برابر. با نام پیفاگور ابدی ثبت شده است. اما هر دوش از پیفاگور نیست، هر دوش. اون یکی از ایران آموخت، از نیوگورما، یکی از مصر. این ببینید که یونانی ها همه خبرند. انا به سوال شما مشخص چرا فالس را اساسگذار علمی متماتیک مینامند؟ برای اینکه فالس هم از مصری ها آموخت، از شرق آموخت. بعد اولین شخصی بود که در یونان قدیم اثبات را در علم داخل کرد. برای اینکه همین قضیه، همین هیپوتز، همین تخمین درست باشه، باید اثبات طلب کرده میشد. همین اثبات هم از شرق آموخته بود، اما نگفت. تا سالهای بگیم که چخیلی گفتیم 600 500 پیش از میلاد و دوره دورانی در اونجا بود، بابلیستان مصر قدیم. و دوره دیمی که بگیم علم همچون یک جرایون کلان گرفت، یک کشفیات های بزرگ شد، این دوره یونانیا بود. در دوره یونانیا قریب که 4 مکتب کلان وجود داشت که در آن یکی از بزرگان فن متماتیکا فالس و پیفاگور عرضی وجود کردند. و در تاریخ اومده است که تو فالس، یعنی فالس سالهای 625 و 527 تخمینا همین سالها عمر به سر برده است در یونان قدیم. تا دوره آن علم همچون یک علم متماتیک همچون یک یاردمچی بود، یعنی در شکل دستورها پیشنهاد میگشت. یعنی مثلا بیشتر برای آبیاری کردن، برای ساختمان کردن و همین چیزا استفاده برده میشوند. و در دوره خصوصا برای چی امروز فالس همچون اساسگذار علمی متماتیکا دانسته میشود. با اون خاطر است که فالس یکمین شده درباره نظریه فن متماتیکا در تئورم وجود داشته. یعنی وقتی تئورم بود، دیگه باره فالس این تئورم نبود، پیش گفته میشد و فالس اون رو در شکل تئورم اثبات کرد و نشان داد. در روم قدیم متماتیکا را اساساً برای مهندسی، ساختمان و ساحه نظامی استفاده می بردند، ولی رشد نظریوی آن کمتر به نظر می رسید. همین طریق متماتیکا به یک واسطه عملی به علمی مکمل تبدیل یافته برای پیشرفت دیگر ساحه‌های علم و تکنولوژی زمینه گذاشت.
32 سال در اسارت بود، اسارت بابلی های مصری. اول با ذبح خودش اول رفت به مصر، برای که از انکسمندر استادانش آموخته بود که مصر مرکز تمدن است، متیماتیک مصر اونجا رواج یافته است، تو باید از اونجا آموزی. وقتی به مصر رفت، مصری ها نآموزاندند. گفت چرا؟ گفتن که برای تو آموزی اسرار متیماتیک، اسرار ریاضیات رو باید دین ما رو قبول کنی. اونا دین مصری ها قبول کرد، باز نآموزاندند. این یک خاص شرقی است، ما به شما میگم. بعد گفت چی حاجت است؟ گفت که ما ختنه شدی که تو نشدی. در 20 سالگی خودش ختنه کردین. در تاریخ تمدن نه فقط ابراهیم در 90 سالگی یا یهودی و مسلمان‌ها در کودکی، در 20 سالگی ختنه کرد، اخیر آموخت. ریاضیات گفتیم. بعد این بابلیستان رفت، از بابلیستان نموخت. تنها در 50 سالگیش، حتی 50 چند، بازگشت در شهر وطن خودش. البته وطنش نبود، در جنوب ایتالیا شهر کروتون. بعد مکتب پیفاگوریک شد. تمام دانشجویی که از ایران مصر آموخته اونجا تعلیم داد. از جمله پیفاگور گفتیم تبلیغش خودش نیست، تئورمش از خودش نیست، از اونها آموخت. اینا ببینید که خیلی نیاگان ما، نه فقط نیاگان ما، شرقی ها چی میکردن؟ همین عادت شرقی ها تا امروز باقی مونده است که یک از اسرار معروف شدن یونانی ها، من در سخن گفتنی شرقی تا امروز است که مثلا نانوای میخواد بچهش نانوای باشد، پسرش مثلا دهقان میخواد پسرش دهقان باشد، عالم میخواد عالم باشد، طبیب میخواد طبیب، هر کس میخواد بچهش به همون روی خودش رود، همون سر به کسی دیگر نگوید. انا همین چیز یونانی ها فاش کردند. بزرگی یونانی ها معروف شدن دانشمندان یونانی همین است. از شرق آموختند. شرق در معبد ها یعنی مسجد خودشون متیماتیک آموختند. فقط تنها یک آدمی، یک گروه معین در معبد ها. وقتی که به بیرون نمی آموزوندند. وقتی یونانی ها از اونها آموختند، آمدن در افینا، در کروتون، مکتب افلاطونی، مکتب پیفاگوری ساختند و به هم آموزاندند. انا صرف مشهور شوی یونانی همین است. اگر نه همین کلمه هایی که ما فیزیک و متیماتیک هم از یونانی، پیش از یونان وجود داشتن این دانش‌ها. پیش از یونان این دانش‌ها وجود داشتند. چرا ما میگم از یونان سر شده است؟ برای که یونان توانستن به دیگر تعلیم دهند. سهم متماتیکان تاجیک و فارس در پیشرفت علمی جهانی بی‌نظیر است. ابو عبدالله محمد ابن موسی الخوارزمی، اساسگذار الگبرا، مؤلف اثرهای مهم درباره حساب و الگوریتم میباشد. اصطلاح الگوریتم از نام او گرفته شده است. عمر خیام نه تنها شاعر بلکه ریاضیدان بزرگ بود که نظریه های مهم را در ساحه گیومتریا و حل و فصل معادله های درجه سیوم تهیه کرده است. وی اینچنین در تکمیل دادن تقویم استرونومی سهم نظررس گذاشته است. ابو عبدالله محمد ابن موسی الخوارزمی یکی از بزرگترین ریاضیدانان عصر میانه و پایه‌گذار علم الگبرا می باشد. وی در اثر خود الکتاب المختصر فی حساب الجبر و المقابله اساسهای الگبرا را تهیه کرده، متدهای حل معادله های خطی و کوادراتی را پیشنهاد نمود. در دوره عصر میانه اسلامی که با تمدن اسلامی، بعضا تمدن ایرانی اسلام، بعضا تمدن عجم، بعضا تمدن ایرانی میگویند، باید که اصلی ریاضیدانان مکتب بیت الحکمه را نیاگان ما تشکیل میکردند، زادگان خراسان و ماوراءالنهر. این محمد خوارزمی که سردار بیت الحکمه بود، اکادمی بیت الحکمه، 100 سال پیش محمد خوارزمی نوبخت اهوازی تأسیس کننده این مکتب، یکی از تأسیس کننده شهر بغداد، ترجمان و استرونومی همین مکتب بود که اول این خزینه الحکمه نام داشت، باید بیت الحکمه نام گرفت. در رشد و انکشاف علم متیماتیکا عالمان بزرگ ما، خصوصا عالمان عصر میانه، سهم ارزنده دارند که در سرگه آنها میتوان محمد ابن موسی الخوارزمی را نام برد. محمد ابن موسی الخوارزمی نفری هست که او اولین مراتبه الگوریتم حل مسائل متماتیکی را پیشنهاد کرد، خصوصا ترتیب اجرای عملهای اریتمتیکی را. بنابراین امروز یک شاخه معاصر علم انفرماتیکا که با نام الگوریتم سازی مشهور و معروف است، از نام الخوارزمی گرفته شده است.
الگبرا محض از نام این اثر گرفته شده است. الخوارزمی برای اولین بار طرز حل معادله‌های کوادراتی را تهیه کرد که امروز هم در مکتب‌ها و دانشگاه‌ها آموزانده می‌شود. اینچنین او در تهیه سیستم دهی و پهن کردن رقم‌های هندی که بعدتر همچون رقم‌های عربی معروف شدند سهمی بزرگ گذاشته است. در ساحه جغرافیا و استرونومیا نیز الخوارزمی تحقیقات انجام داده خریطه نوی جهان را با نظرداشت معلومات معاصر زمان خود تهیه نموده است. خدمت دیگری این عالم بزرگ ما در آن ظاهر می گردد که او اولین مراتبه الگبرا را از اریتمتیک جدا کرد و همچون علمی مستقل مورد تحلیل، آموزش و بررسی قرار داد. بنابراین اثر او الجبر و المقابله در رشد علم متماتیکا بسیار سهمی ارزنده گذاشته است. این خیلی بسیار هستند که ما فقط زبان زدهش از خوارزمی، خیام اینا زیاد هستند. من در روی خط کار ما 600 نفر هستند که بغیر از خوارزمی، کمالدین فارسی، غوثین جمشید کاشانی زیاد هستند. ماهانی که همین بینام نیوتن قبل از خیام ماهانی کشف کرده بود. اینا آموختن در کار. برای همین یک دوره مخصوص بعد بابل، مصر و یونان یک دوره تمدنی مخصوص برای انکشاف متماتیک به اصل میانه تعلق دارد که اساسا پیشبرندگانش نیاگان فارس تاجیک میباشند. بعد دوره آینده دوره احیای اروپا شد تا عصر 19 دوره آخرین انکشاف متماتیک عصر 19 این جانب است. متماتیک معاصر. عمر خیام عالم بزرگ تاجیک و فارس نه تنها شاعر و فیلسوف بلکه متماتیک و استرونومی برجسته بود و یکی از اولین عالمانی بود که با آموزش معادله‌های درجه سیوم پرداخته آنها را با اصول‌های گوناگون حل نموده است. و چندین نمود معادله های کوبی را او نیز در این اثرش بررسی کرده است و کار او را عمر خیام ادامه داد و چندین طرزهای حل معادله های الگبروی درجه از 2 بالا را پیشنهاد کرد، اما به این بزرگان میسر نشد که فرمول عمومی یافتن ریشه های معادله الگبروی را پیشنهاد کنند، ولی کارهای در این سمت انجام داده آنها برای این کار زمینه البته گذاشت. عمر خیام همچون ریاضیدان نظریه حل گئومتری معادله درجه سیوم را ساخته است. یکمین رساله عمر خیام مشکلات علم حساب بوده تا زمان ما آمده نرسیده است، ولی در دیگر کارهای علمیش عاید این اثر اقتباسها یافت شده است. مخصوصاً در رساله الگبرویش متفکر روشنضمیر خیام راجع به کشف فرمول بینام نیوتن و برآوردن ریشه های درجه دلخواه را از عددهای بطون ذکر کرده است. عاید معادله های کوبی، یافتن طرف های 7 و 9 کنجه های منتظم، تریسکسی کنجی و غیره ها را کار کرده کشفیات علمی به دست آورده است. افتخاری بزرگ است برای ما که بزرگان ما نتیجه های به دست آورده اند که نه فقط در رشد و انکشاف علم سهم گذاشتند، بلکه در اکثر علوم زمان خود سرآمد بودند، یعنی اساسگذار علم بودند. نه ببینید در اساسگذار علم الگبرا امروز با اتفاق تمام مورخان، تمام عالمان و متخصصان ساحه محمد ابن موسی الخوارزمی محسوب می‌یابد. مثلا در دیگر شاخه های علم هم بزرگان ما اساسگذارند. نفر دیگری که در رشد علم متماتیک سهم ارزنده دارد این عمر خیام می باشد. البته ما امروز عمر خیام رو همچون یک رباعی سرای مشهور میشناسیم و میدانیم، چون که در ادبیات با هم چند رباعی که نوشته است وارد شدگی است. ولی عمر خیام نه فقط شاعر بزرگ خصوصا در رباعی سرای ممتاز بودند، بسیار مهارتی بلند داشتند، بلکه در رشد علم‌های دقیق خصوصا متماتیکا و نجوم شناسی اکثر علما میگویند که سرآمد زمان خود بود، یعنی اساسگذار بودند. در رساله شرح کتاب اقلیدوس عمر خیام اکسیوم خطهای موازی را با یکچند فرضیه ها عوض کرده شکل‌های را دیده برآمده است که با هیپوتز کنج‌های کند، تیز و راست علاقه‌مندند. این هیپوتز
ҳоло дар ҳандасаи ғайриевклидӣ мавриди истифода мебошад. خیام اینچنین نظریه اقلیدوسی تناسب‌ها و نظریه عددها را دیگر کرد که آن به نزدیکشوی عدد ایراسیونالی و مفهوم عمومی عددهای حقیقی آورده رسانید. من میخوام اینجا یک فرموله که عمر خیام پیشنهاد کرده است اشاره کنم. مثلا امروز در تمام کتاب‌های علم متماتیکا فرموله هست با نام بینام نیوتن. بینام کلمه لاتینی بوده، معناش دو عضو است، یعنی دو عضوه نیوتن. اما خود عالمای اروپا، خود عالمای روس اقرار به اینند که این فرموله رو هنوز عمر خیام کشف کرده بود. بنابراین مثلا خود من در کتاب ها و مقاله هایم امروز با سری بلند این فرموله رو همچون دو عضوه خیام نیوتن نام میبرم. رغبت به نسبت‌های آمیخته دقت عمر خیام را به خود جلب کرد و در اساس بعضی نظریه نسبت‌های آمیخته مفهوم عددها را وسیع نمود. عمر خیام ضروریت نظریه ترتیب دادن نسبت‌ها را در هندسه و استرونومی قید نموده آنها را اساسناک کرده است. او دو خاصیت نسبت‌های آمیخته را نشان داده است که اثبات این خاصیت‌ها به پیدایش کنسپسیای نوی عددها آورده رسانید. در مثلا حل معادله‌های الگبروی درجه 3 سهم ارزنده دارد عمر خیام. رساله مخصوص دارد که به این فصل علاهیده علم بخشیده شده است و اما با وجود آنکه فرمول عمومی در این دوره کشف نشده بود، اما زمینه برای کشف فرمول برای یافتن ریشه های معادله کوبی هنوز از دوره مثلا محمد ابن موسی الخوارزمی شروع شد و در دوره عمر خیام و دیگر بزرگان ما نصرالدین طوسی است و کاشانی است، علی خوشی است، بعدتر اینها روی کار آمدند و سهمی ارزنده در رشد علم و خصوصا ساحه متماتیکا گذاشته‌اند. الخوارزمی و عمر خیام با تحقیقات و کشفیات‌های خود راه رشد متماتیکای جهانی را هموار نمودند. الخوارزمی همچون پایه‌گذاری الگبرا و سیستم دهی اساس متماتیکای معاصر را گذاشت، در حالی که عمر خیام در حل معادله‌های درجه سیوم و تهیه تقویم دقیق سهمی بی‌نظیر گذاشته است. کارهایی که محمد ابن موسی الخوارزمی در رشد علم متماتیکا انجام داده است عملاً بی‌نظیرند، چون که امروز ما می‌دانیم حل معادله های الگبروی، اگر معادله کوادراتیر مثلا مثال بیاریم، فرمولی که امروز ما استفاده میبریم در تمام جهان مشهور و معلوم است، به قلم محمد ابن موسی الخوارزمی تعلق دارد. اثر او الجبر و المقابله در رشد شاخه علاهیده علم متماتیکا یعنی الگبرا نقش باسزا گذاشت و من بعد عالمان دیگری ما مثل عمر خیام این شاخه را رشد دادن، انکشاف دادن و همینطور آهسته آهسته این شاخه به یک شاخه علاهیده علم معاصر الگبرا تبدیل یافت و خود همین کلمه الگبرا از نام اثر محمد ابن موسی الخوارزمی الجبر و المقابله گرفته شده است. محمد ابن موسی الخوارزمی در کتاب خود طرزهای گوناگونی حل معادله های الگبروی را پیشنهاد کرد. طوری گفتیم فرمولی که امروز با نام دیسکریمینانت، یعنی دیسکریمینانت کلمه لاتینی بوده، معناش فرق کننده است، میدانیم به همین کس تعلق دارد. البته در دوره خوارزمی عددهای منفی کشف نشده بودند، بنابراین او به یافتن حل‌های مثبت معادله های الگبروی مشغول بود. تاریخ علم متماتیکا گواه آن است که این علم همیشه هم قدم رشد تمدن بود. از حساب و چینک‌های عادی مردمان قدیم تا تحلیل‌های مرکب نظریوی و کامپیوتری، متماتیکا همیشه واسطه فهمیدن طبیعت و پیشبرد تکنولوژی‌ها میباشد. سهم متماتیکان بزرگ تاریخ از جمله الخوارزمی، عمر خیام، دکارت، نیوتن و تیورینگ به انکشاف آن تأثیر عمیق گذاشته راه رشد علم را هموار نمودند. امروز با استفاده از علم متماتیکا انسانیت میتواند جهان مرکب را تحلیل و پیشگویی کند، مشکلات مهم علمی و تکنیکی را حل نماید و برای رشد من بعده بشریت زمینه گذارد. نظریه عددها
یکی از شاخه‌های مهمترین متماتیک میباشد که به آموزش خاصیت‌های عددها نگرانیده شده است. متماتیکان مشهور از جمله یوکلید، دیوفانت، فرما، ایلر و گاوس در این ساحه تحقیقات عمیق انجام دادند. در عصر 19 نظریه عددها با کشف نظریه عددهای مرکب از جانب ارمیت و دیگران انکشاف یافته است. در عصر 20 باشد آن در رمزگذاری، انفرماتیک و امنیت کیبری وسیع استفاده گردید. نظریه عددها یک ساحه مهم متماتیکی است که با تحقیق خاصیت‌های عددهای عمومی، حساب‌های جسمی و بخش‌های علاقمند با آنها می‌پردازد. مقصد اصلی این است که بدانیم که چگونه عددها با یکدیگر در ارتباطند و چه قاعده‌های عمومی برای آنها درست هستند. علم متماتیک تاریخ خیلی بوی دارد و نظریه عددها یک قسمت متماتیک می باشد که قانونیت‌ها و خاصیت‌های مهمترین این عددهای بتون رو می آموزد. پیش از همه ما باید درباره عددها معلومات داشته باشیم. عدد مفهوم متماتیکی می باشد که برای توصیف مقداری و این چنین معین نمودن مقدار اشیاء استفاده برده می شود. مجموعه عددهای ناتورالی این مجموعه عددهای می باشند که آنها با ترتیب افزونشویشان جایگیر می باشند و یکی از مسئله های مهمترینی که در مجموعه عددهای ناتورالی دیده می شود این از قطار مجموعه عددها جدا نمودن عددهای ساده می باشد. پیش از همه ما با تعریف عدد ساده دقت خود را جلب می نماییم. عدد ساده گفته عدد ناتورالی کلان از یک را می نمایند که تنها دارای دو تقسیم کننده دارد با خودش و واحد. با مانند عددهای 2، 3، 5، 7، 11، 13، 15، 17، 19 و غیره ها. این عددهای می باشند که تنها دارای دو تا تقسیم کننده می باشند. عددهایی که زیاده از دو تا تقسیم کننده ها دارند اینها عددهای ترکیبی می باشند. هم بالیایی مجارستانی هم لاباتشفسکی روس اینها اساسگذار هندسی غیر اقلیدوسی حساب میشن. من اقلیدوس یوکلید گفتیم که یکی از شخصیت‌های بزرگ در دهگانه داخل میشد. با کدام خاطر؟ به خاطر که هندسه یعنی گیامتری اقلیدیس 2500 سال رایج بود، حالا استفاده میشه، هنوز هم استفاده میشد. وقتی که بالیایی و لاباتشفسکی نووبست از یکدیگر گیامتری غیر اقلیدیسی را کشف کردند و بعضی‌ها نمیفهمیدند و باید گفت که این روز هم بعضی‌ها نمیفهمند. این کار شوخی نیست. همین روز هم بعضی‌ها با فهمی هندسه غیر اقلیدوسی نمیرسه، هندسه لاباتشفسکی. از بس که هر چیزی کشف نو تا طرفدار پیدا میکرد اون قدر کردن نمیشد. اینشتین هم نمیخیل بود تا نظر نسبتش بر نشد اعتراف نمیکردند. یک معلوماتی تاریخی جالب برای شما گویم که همین لاباتشفسکی برای کشف هندسه غیر اقلیدوسی خود از نصرالدین توسی از نیاگان ما آموخته است. یک ترجمان با نام کاظمبک که آذربایجانی ایران بود وقت تابع روسی گرفت و هم روسی میدونست و هم فارسی. اثرهای نصرالدین توسی را به روسی ترجمه کرد. لاباتشفسکی از این آگاهی داشت. وقتی که من دعوت کردن من دانشگاه دولتی قزان با نام لاباتشفسکی لکس خوندم اینا گفتم اونو متحیر بودن. بعد دیدن واقعا کاظمبک ترجمانی معروف بود اما در بین متماتیکان گپ نیست که لاباتشفسکی از آموخت. باید گفت که هر یک ریاضیدان یعنی متماتیک از پیشنو می آموزد و در همیشه چه نمیتن اختباس نمیتن. این یکی دستاوردهای بزرگی نیاگان ما میشد که من فکر میکنم در دهگانه باید نصرالدین توسی هم حتما داخل باشد. ولی که نصرالدین توسی بغیر از همین اثبات قضیه پاستولاژی پنجم اقلیدوس این چنین در فیزیکا هم نظر نیوتن هم نظر گیوگنس یک خودش بیان کرده بود. از بس که آموخته نشده است و از بس که هم متماتیک نیاگان ما با پروگرام آموخته نشد عموما. البته خوشبختانه توسط تاریخ مورخان روزنامه‌نگارا فیلولوگا گفته میشد که نیاگان ما قدر متماتیک داشتند اما مشخصا گفته نمیتونند. برای مشخصا تا متخصص بودن در کار که همون علم فهمد و گفت که یا مثلا ما میبینیم فرمول ارخمید است در تاریخ فرمول ارخمید است F1x1 برابر F2x2 مگر ارخمید این فرمول میدونید هیچ وقت نمی همه Fx هم معلوم نبود در دوره ارخمید. حتی در دوره نیاگان ما همون خوارزمی و خیام فرمول نبود و اینکه فرمول بعد کشف شد با شعر با سخن بیان میکردند.
اما محققانی که آثار ارخیمد آموختن ارشیمیدس از روی نظر یا قوه بالابرداری نمیتونن با فرمولا بیان کردن با نامش ماندن. باید ما کنیم که نظر نیاگان خود آموزیم با فرمولا بیان کنیم که این خوشبختانه یک ایوانوف و با نام مسئله ابن سینا زده شبیه کار کرده است. اینو ما باید کنیم. من چندین چیز میدونم، مثلا از توصیه گفتم ابن سینا دارد، ابوالفضل بزجانی دارد، کمالدین فارسی دارد که فرم خودشون گفتم ممکن است. این همه تاریخ همه خیلی است، تاریخ علم. از زمانهای قدیم عالمان در ساحه نظریه عددها تحقیقات عمیق را انجام داده، مندرجه نظریوی و عملی آن را مکمل کردند. هر یک تحقیقات و کشفیات نو در این ساحه امکانیت‌های نوی فهمیدن و استفاده عددها را فراهم آورده است. مجموعه عددهای ناتورالی رو ما میتوانیم با 3 صنف جدا نماییم، یعنی که عددهای ساده، عددهای ترکیبی و عددهای و واحد. یکی از مسئله های مهمه که از زمانهای قدیم تا به امروز دقت عالمان رو به خود جلب نموده است، این جدا نمودن عددهای ساده از قطار عددهای ناتورالی می باشد. خیلی که مشاهده ها نشان میدهد عددهای ساده در قطار عددهای ناتورالی چنان جایگیرند که آنها یگان قانونیت معین را رعایت نمیکنند، یعنی که در بعض اینتروال ها آنها به نهایت نزدیک جایگیرند و در بعض اینتروال ها یگانه وامیخورند و حتی هست اینتروال هایی که عموما یگان عدد ساده موجود نیست. بنابراین اصول های معمولی که برای جدا نمودن عددهای ساده از قطار عددهای ناتورالی موجود است، این اصول اراتوسفن یا که به طرز دیگه میگویند قلبر اراتوسفن مینامند و با واسطه این قلبر ما جدول عددهای ساده را ترتیب داده میتوانیم، ولی گفتن لازم است که تا حال یگان فرمولای انیق موجود نیست که مقدار عددهای ساده را به طرز صحیح نشان داده تواند. امروز عالمان در ساحه نظریه عددها با استفاده از اصولهای زمانوی و متماتیک را از نظریه‌های کلاسیکی مکمل و پیش بردند. با نمونه‌های زمانی معاصر می‌توان به تحقیقات اندازه‌گیری عددهای اول، اختصار و گزارش‌های اختصاصی اشاره کرد که در ساحه نظریه عددها مهم است. از دوره‌های قدیم تا این جانب عالمان بسیار کوشش و سعی می‌کردند که عدد ساده کلانترین را معین نمایند. در این جاده اولین شده ایلر موفق می‌شود و او نشان می‌دهد که عدد 2 در درجه 31 - 1 عدد ساده است و این عددی میباشد که عددی 10 رقمه است و بعداً عالمان زیاد نیز کوشش و حرکت های کردند که عددهای ساده کلانتری را معین نمایند. در عین زمان باشد ماه ینور سال 2016 متماتیک انگلیس مرسن عدد کلانترین ساده را کشف نموده است که آن زیاده از 22 میلیون رقم دارد. البته خود تصور کنید که برای ساده بودن این عدد و چقدر کوشش کرده است. این معلوم است که در تکنولوژی حاضرای کامپیوتری یا که میگویند سوپر کامپیوترها استفاده برده معین نموده است که این عدد ساده است. در برابر عددهای ساده باز معماهایی هستند که تا حال حل خود را نیافتند. از اون جمله من گفتم میتوانم معمای بینری و ترنری گولباخ است. این دو معمایی هست که آنها از زمانهای قدیم تا حاضر معلق ماندند و حل آنها را عالمان جستجو می نمایند و تنها معمای ترنری گولباخ را با متماتیک شوروی ایوان ماتویچ وینوگرادوف میسر گردید که سال 1937 حل نماید. این معماها از چی عبارت است؟ معمای بینری گولباخ میگوید که هر گونه عددی جفتی کلان از دو را با سومه دو عددی ساده نوشتن ممکن است. معمای ترنری گولباخ باشد میگه هر گونه عددی طاق کلان از 5 را با سومه 3 عددی ساده نوشتن ممکن است و چخیلی که قید کردیم تنها معمای ترنری حل خود را یافته و معمای بینری عین زمان حل خود را نیافته است. در دوران استقلالیت علم متماتیک در تاجیکستان رشد کرده عالمان کشور در ساحه‌های الگبر، نظریه معادله‌های دیفرانسیالی، متماتیک حساببراری و کریپتوگرافیا تحقیقات ارزشمند انجام دادند. باعث ذکر است که در جمهوری ما عالمان در 3 جبهه علم‌های دقیق متماتیک،
فیزیکا و استروفیزیکا در سطح بین المللی اعتراف شدند و نتیجه های نظریه های علمی آنها از دیگر علم ها هزار ساله ها پیشتر بوده است. در دوران استقلالیت جمهوری تاجیکستان، عالمان تاجیک در رشد علم متماتیک سهم نظررس گذاشته، در سمت‌های مختلف علمی و تکنولوژی موفقیت‌های مهم را به دست آوردند. با تأسیس مرکزهای علمی نوی تحقیقاتی، تهیه و آماده‌سازی برنامه‌های تعلیمی معاصر، عالمان تاجیک در رشد ساحه‌های الگبرا، تحلیل متماتیکی و گئومتری در جهان سهمگذار شدند. این تحقیقات‌ها برای پیشرفت علم و تکنولوژی در کشور، اینچنین برای رشد همکاری با جامعه بین المللی علمی مهم می‌باشند. باعث افتخار و سرفرازی است که در دوره استقلالیت علم متماتیک در تاجیکستان عزیز ما باز هم زیادتر رشد می‌نماید و در این سمت با افتخار بزرگ درباره مکتب‌های نهایت با نفوذی در دانشگاه ملی تاجیکستان در تاجیکستان عزیز ما فعالیت کننده رو میتوانم نامبر نمایم که نتیجه های علمی این مکتب های علمی نه اینکه در تاجیکستان، نه اینکه در آسیا میانه، نه اینکه در دولت های اتفاقی، دولت های مستقل، بلکه در تمام جهان این نتیجه های علمی پذیرفته شدند و بهای سزاوار گرفتند. البته در دوران رشد استقلالیت از بس که پایه‌گذاری هم متماتیک در تاجیکستان حساب استقلال دانشمندانی بودند که دانش خود را در زمان تاجیکستان شوروی گرفته بودند و مانند کمالدین بایمت، عبدالحمید جورایف، محمد هلالوف، مرگن شهبازوف، اینا متماتیکای سطح جهانی هستند که در زمان استقلالیت شأن شهرت تاجیکستان را بیرون از تاجیکستان معرفی میکنند. همزمان عالمان تاجیک با همکاری پرثمر با مؤسسه‌های تحصیلات عالی و هماهنگسازی کورس‌های نوی تعلیمی متماتیکی به تربیت نسل نو به علم و اینوواسیون مساعدت کردند. شامل کردن روندهای نوین کامپیوتری و الگوریتم‌های معاصر در تحقیقات و استفاده آنها در عملیات‌های مهندسی و اقتصادی نشان داده است که متماتیک را همچون زمینه اساسی علم و تکنولوژی ها در تاجیکستان به رشد آوردند. می توانم پیش از همه درباره مکتب علمی پروفسور ایلولوف مامچو ایلولوویچ گپ زنم که استاد محترم در سمت تطبیق معادله های دیفرانسیالی در عملیه مشغول می باشند و در این سمت نتیجه های نظررس به دست آوردند. از آن جمله آن کس تظاهر جایزه به نام ابوعلی ابن سینا شدند. در برابر این نهایت باز مکتب با نفوذی که در تاجیکستان فعالیت میکند و این مکتب با سرداری اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان دکتر علم‌های فیزیک متماتیک پروفسور شهبازوف میرگان شهبازوویچ فعالیت میکند. این مکتب علمی اساساً با نظریه نزدیک‌کنی فونکسی‌ها، با نظریه نزدیک‌کنی با بسیارازادی‌ها مشغول میباشد و با بهادهی به این نظریه‌ها مشغول میباشد و در این سمت من مکتب علمی میرگان شهبازوویچ من یکی از مکتب‌های نهایت با قوت و با نفوذ می باشد که شاگردان زیاد استاد محترم تیار کردند و نتیجه های علمی استاد محترم نه اینکه در تاجیکستان بلکه در تمام جهان پذیرفته شدند. مقاله های استاد شهبازوف در یکی از ژورنال های نهایت با نفوذی در جهان در سمت متماتیک پذیرفته شده در ژورنال های نشریات شپرینگر زیاد چاپ شده. عالمان تاجیک در دوران استقلالیت به تحقیقات بین المللی و همکاری های علمی با پژوهشگاه های معروف جهان شروع کردند. آنها در تهیه و رشد نظریه های متماتیکی زمانوی که به نظریه های حاضره و تکنولوژی کامپیوتری علاقمند بودند، جهت پیشرفت علم سهم گذاشته، اعتراف بین المللی خود را به دست آوردند. این همکاری ها با پژوهشگاه های مشهور خارجی همچون عنصر مهم پیشبرد علم در تاجیکستان اعتراف شدند.
боз мактаби илмии дигаре ки дар тоҷикистон фаъолият мекунад, дар донишгоҳи миллии тоҷикистон фаъолият мекунад, ин мактаби илмии академик Раҷабов Нусрат Раҷабович мебошад, доктори илмҳои физика математика профессор. ва ин мактаби илмӣ низ дар тамоми ҷаҳон бо натиҷаҳои илмии худ машҳур мебошанд ва ин мактаби илмӣ асосан бо тадқиқи муодилаҳои дифференсиалӣ бо коэффициентҳои сингулярӣ ва муодилаҳои интегралӣ бо ядроҳои сингулярӣ ва фавқулмахсус машғул мебошанд ки ин назарияи нисбатан нав аст ва он натиҷаҳое ки аз тарафи ин мактаби илмӣ ба даст оварда шуданд дар умум ба назарияи классикии муодилаҳои интегралии Фредгон ва Вольтера зиддият нишон медиҳанд. яъне дар ҳолатҳои муайян ин натиҷаҳои илмӣ ба назарияи классикии муодилаҳои интегралӣ мувофиқ аст дар ҳолатҳои махсус, лекин дар ҳолати умумӣ дар ин ҷо якчанд зуҳуротҳое пайдо мешаванд ки умуман дар назарияи классикӣ нест. яъне ин тамоман самти нави тадқиқот дар муодилаҳои интегралӣ бо ядроҳои махсус ва фавқулмахсус мебошад. академик Раҷабов низ соҳиби унвони ситораҳои иттиҳод ҳастанд ва натиҷаҳои илмии ин мактаб дар журналҳои бонуфузи ҳам Россия ва ҳам журналҳои бонуфузи ҷаҳон чоп шудааст. ба андешаи ман чаро математикаро шоҳи фанҳо ё ки калиди дигар илмҳо меноманд, ин ба он хотир аст ки математика метавонад дар тамоми соҳаҳои масалан илм татбиқи худро ёбад. яъне дар инкишофу рушди тамоми илмҳо метавонад саҳми худро гузорад. яъне бубинед имрӯз дар физика метавонад татбиқи васеъ дошта бошад. масалан корҳои илми тадқиқотие ки худи ман ба он машғул ҳастам, назарияи масалан муодилаҳои мавҷиву муодилаҳои телеграфӣ масоили физикӣ ҳастанд, аммо ба воситаи абзори математикӣ ҳалли худро меёбанд. дар химия ҳам бошад, математика имрӯз татбиқи худро ёфтааст. дар илмҳои гуманитарӣ ҳам, дар иқтисодиёт ҳам бошад, сари ҳар қадам мо метавонем бо ин ё он амсилаи математикӣ дучор шавем. ҳатто имрӯз як шохаи илми нав пайдо шудааст бо номи лингвистикаи компютерӣ, яъне забоншиносии компютерӣ. яъне имрӯз математика инъикоси худро дар ҳатто илмҳои забоншиносӣ, дар илми ҷомеашиносӣ, дар илмҳои ҳуқуқшиносиву дигар илмҳои гуманитарӣ ёфтааст. боиси тазаккур аст ки омӯзиши фанни математика на танҳо ҳал карда тавонистани мисолу масъалаҳост, балки математика илмест ки дар заминаи он илмҳои дигар бунёд ёфтаанд. беҳуда нест ки мегӯянд математика шоҳи тамоми фанҳост. илми математика илме мо бошад ки илми байналмилалӣ аст. барои он ки натиҷаҳои илми математикаро танҳо дар як маҳалли махсус танҳо истифода намебаранд. математика аз он ҷумла математикаи фундаменталӣ фанне мебошад ки аз дигар фанҳо мумкин 10 солаҳо, мумкин 100 солаҳо пеш рафтааст ва натиҷаҳои илмии мо ин натиҷаҳои асосан байналмилалӣ мебошанд. барои чӣ? барои он ки мо аз нуқтаи назариявӣ онҳоро кор мекунем, мо натиҷаҳо ба даст меорем, ва лекин дар оянда ин натиҷаҳо дар амалия ҳам метавонад дар физика ядроӣ, астрономия, дар сохтани ҳар гуна моделҳои нав, таҷҳизотҳои нав, ин натиҷаҳои илмии мо дар оянда истифода мебурда мешаванд. аз нуқтаи назари забонҳои барномасозии компютерӣ ҳам нигоҳ кунем, яъне рушду инкишоф ёфтани назария бисёр муҳим мебошад, чунки мо барои ҳалли агар ягон масъалаи мушаххас ягон назария офарем, ин назарияро метавон бо забонҳои барномасозии компютерӣ алоқаманд кард ва мин баъд он масоили амалие ки ҳалли онҳо ҳисоббарориҳои ниҳоят калон ҳаҷмро дар бар мегиранд, тавассути масалан компютер, тавассути забонҳои барномасозии компютерӣ дар як муддати кӯтоҳтарин ҳаллу фасл карда шаванд. хусусан масоили илмӣ ва техникии имрӯз
که موجودن در ساحه مثلا فیزیک باشد، در ساحه شیمی باشد، در ساحه اینفرماتیک باشد، در ساحه مثلا امروز با سرعت خیلی بلند ذهن صنعی رشد کرده ایستاده است. این مسائل هستند که الگوریتمی حل آنها بسیار حساب براری های کلان حجم را در بر میگیرند. بنابراین یعنی موجود بودن ابزار یا اینکه واسطه متماتیکی که برای حل آنها مساعد است و یک حالت عمومی را در بر میگیرد بسیار از نقطه نظر عملی مهم می باشد. عالمان ساحه بر آن نظرند که نظریه علمی متماتیک امروزها از عمل هزار سالها پیش رفته است. اگر در دیگر علمها مسئله کنکریتی باشد، در ریاضی این گونه نیست. حل یک معمای دیگری را به وجود می آورد که این ساحه را باز هم جالبتر می گرداند. برای چی ما میگوییم که متماتیک با طلبات عملی انسان ها با وجود آورده است؟ اصلا عملیه مسئله های مشخص میگذارد در نزد نظریه، در نزد متخصصان ساحه و بنابراین وقتی که ما حل یگان مسئله خصوصی را میابیم، جستجو میکنیم میابیم، یگان مسئله مشخص را حل میکنیم، البته در ذهن ما این مسئله پیدا می شود که آیا امکان دارد که این نظریه را یعنی حالت خصوصی را به حالت عمومی تبدیل دهیم. از این جهت است که نظریه ها پیدا می شوند، رشد می کنند و این ابزار متماتیکی که بعد آفریده می شود نه فقط برای حل یک مسئله مشخص بلکه برای حل همین گونه مسئله ها که مهمان از نقطه نظر عملی استفاده می گردند. باید گفت که استفاده تحقیقات‌های علمی ریاضیات در رشد و نموی استحصالات، ساحه صناعت، مهندسی و غیره زمینه می‌گذارد. از این رو ما به علم متماتیک نه تنها همچون فن حل مثال‌ها، بلکه همچون بازگو کننده پیشرفت آینده انسانیت نظر می‌نماییم. متماتیک نه تنها علم بلکه روشنگری راه دانش و انکشاف انسانیت است. از کشف اولین قاعده های حساب تا نظریه های مرکب معاصر، آن همیشه جهان را تغییر داده به رشد علم های دیگر مساعدت کرده است. سهم متماتیکان بزرگ تاجیک و فارس به مانند الخوارزمی و عمر خیام در تشکل این علم بی‌نظیر است. امروز نیز عالمان تاجیک عنعنه علمی نیاگان را ادامه داده در رشد متماتیک سهم می‌گذارند. به همین وسیله متماتیک نه تنها یک فن اکادمی بلکه کلید درک طبیعت و آفرینش نوآوری در جهان معاصر می باشد. علم‌های دقیق از جمله متماتیک عامل مهم ترقیات هر یک جامعه بوده به پیشرفت علم، تکنیک و اقتصادیات تأثیر بزرگ می رساند. بینندگان گرامی، شما برنامه تاریخ علم را از تلویزیون علم و طبیعت تماشا نمودید. تا برنامه‌های بعدی سلامت و سربلند باشید.